سایه آبرنگی بوهنمیت. این صورت که چند قطره آب مقطر روش میریزم. میتونین آب معمولی هم بریزین، ولی چون آب معمولی میتونه باعث ایجاد باکتری توی محصولات آرایشی و بهداشتی بشه، من از آب مقطر استفاده میکنم. بعد با یه دونه براش نوک تیز از سایم برمیدارم و برای گوشه داخلی چشمم استفاده میکنم. چرا از یه سایه نوک تیز؟ به خاطر اینکه این قسمت رو بتونم تمیز در بیارم. ادامهش رو با یه دونه براش تحت‌تر که راحت‌تر بتونم رنگ رو پخش کنم استفاده میکنم که این شکلی میشه. با یه دونه خط چش مشکی مایه بوهنمیت بقیه کار رو انجام میدم. حالا با یه گوش پاک کن و میسلار واتر بوهنمیت این قسمت هایی که خرابکاری کردیم رو تمیز میکنیم. حالا نوبت ریمل بوهنمیته. رژگونه، مو، دورنه‌های کاغذیم، ماتیک قرمز. در نهایت دورنه‌های کاغذیم، موها و ماتیک قرمزم.